در شهر خوجند مسابقه جمهوری اوید به جودو بین نورسانی از 15 تا 17 ساله و بین جوانانی از 18 تا 20 ساله برگزار شد. در این چوره‌بینی ورزشی 80 نفر بین نورسان و 60 نفر بین جوانان از شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز کشور و ولایت سوخت اشتراک نموده بین هم سبقت کردند. رقابت‌ها بین نورسان در وزن‌های از 50 تا 90 کیلوگرم و بین جوانان در وزن‌های از 60 تا 100 کیلوگرم جریان گرفته، اشتراکچیان مسابقه برای دریافت مقام‌های فخری کوشش به خرج دادند. طول 4 روز است که در شهر خوجند مسابقه جمهوری اوید به جودو بین نورسان و جوانان شده ایستاده است. در بین جوانان و نورسان زیاده از 150 نفر ورزشکار از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری آمده اشتراک کردند. این بسیار یک تکانی خوب شد که برای جوانان و نورسان این مسابقه برای فهرست جمهوری بسیار یک تکانی خوب شد. جوانان نورسان نو لیاقتمندها پیدا شده ایستادند، با هم خوازمایی کرده تجربه خود را با همدیگر زده ما چهره‌های نو را پیدا کرده ایستادیم. فدراسیون جمهوری تاجیکستان و فدراسیون ولایت سوخت بسیار یک اقدام خوب را به پیشه گرفتند که بسیار این مسابقه را برگزار کردند تا که چهره‌های نو پیدا شود برای در مسابقه بین‌المللی رفته ورزشکاران جوان نورس شأن و شرف ملت ما را بالا بردارند. مورد به ذکر است که نمود جودو در قطار دیگر نمودهای ورزش سال از سال در کشور ما رشد یافته ایستاده است. نتیجه توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد ورزش است که امروز جوانان و نورسان با دل گرم به نمودهای گوناگون ورزش جلب گردیده برای نایل شدن به دستاوردهای ارزنده کوشش و تلاش میکنند. من امین‌داری خودم را بر فدراسیون جودوی کشور میرسانم که سال تا سال این نمود را رشد و رواج داده ایستادند و ما ورزشکاران در این هوسمند گردیده با زیادتر کوشش و غیرت کرده ایستاده‌ایم. من دیروز در وزن 73 کیلوگرم اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم و در آینده میخواهم در مسابقات بین المللی اشتراک کرده پرچم دولت عزیزم را در عرصه جهان بلند بردارم. مسابقه جمهوری اوید به جودو طی 4 روز در سطح بلند تشکیلی ادامه یافته، حکمان هم بین نورسان و هم بین جوانان غالبان و جایزه‌داران را معین نمودند و به آنها مدال و افتخارنامه‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را تقدیم کردند.